هفته گذشته در خاطر داشته باشید یک حدیث از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع خاطر شما رسانیدیم که حضرت از 7 گناه بزرگ، از 7 گناهی که موجب هلاکت انسان است ما و شما را خبر دادند، برحذر کردند که از اینها دور باشید. و یکی از همین گناههای بزرگترین این شرک به خداوند بود، چرا که انسانی که خواه در الوهیت پروردگار شریک آرد، خواه در عبادت کسی را عبادت کند و پرستش کند، خواه در اسما و صفات پروردگار خالقی را شناسد، او انسان ظالمترین انسان هاست. بنابراین حق تعالی فرموده است که این شرک لظلم عظیم، به تحقیق که شرک آوردن به خدا بزرگترینی از ظلم هاست. خوب، در این موضوع هرچند که یک چکیده از بحرم از برای شما روشنی نانداختیم، اما به این اکتفا میکنیم، صحبت خود را ادامه میدهیم. و او گناههای دیگری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از اونها هم ما و شما را برحذر داشتند، اینا را برای شما شرح و توضیح میدهیم. پس از شرک پیغمبر خدا فرمودند که و سحر، دومین گناه بزرگترین پس از شرک آوردن به خداوند این سحر بدست، این جادوگری هست. چرا که اگر شرک به خدا این کفر باشد، جادویی هم این کفر است. شخص جادوگر و ساحر هم کافر است. هرچند که در نظر بعضی ها سحر اونقدر گناه وزنی نتابد، چرا که در میان ما عده ساحرها کم نیستند. جادوگرایی که در جمعیت اینا را متاسفانه به نام ملا میخوانند. شهرت اینها از بعضی از ملاها هم بالاتر است. به نزدیکی یک برادر اسلامی ما را به خانه خود دعوت کرد، یک سراغه داد. خوب، به یک سراغه دهانی اوجا را یافتن بسیار مشکل است. بعد گفت که داملای خیباشه خانه فلان جادوگر میگوی. بعد گفتیم ایش خیل میشوه. ما مثال شکل و سیمای ملاها داریم، الحمدلله ریشی سنتی. بعد مردم پرسیم که خانه فلان جادوگر و فالبین در کجا، چی میشده باشه؟ اینا گمان نبرن که ما پیش همون فالبین میرفته باشیم به مانند دیگر انسانهای گمراه و جاهل. خیلی گفت چاره دیگر نیست. ابتدا از چند کسی که خونه او برادر را پرسان شدیم هیچ کس نمیدونه، اما وقتی که نام همون جادوگر را میبردیم میگفتن که فلان کوچه فلان کوچه فلان کوچه میروی. از کسی که پرسیدیم همون سراغه جادوگر را میدوند. از این جهت خوب کسایی که مثلا همین جادوگرها در همسایگیشان باشد میدونن که در خانه ها و کارخانه های اینها چقدر نوبتگیری میکنن مردم. عده زیادی مردم نوبت ایستادگی هستند که به نزد اینا مراجعت کنند و مشکلی خودشان حل سازند. اما آگاه باشه که جادوگرها کافر هستند. خداوند تبارک و تعالی صراحتاً در یک آیه، در 2 موضع همین آیه در سوره بقره جادوگر کافر خوانده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. خداوند یهودی ها را ملامت کرد، سرزنش کرد که این یهودی ها کتاب پروردگار را پشت پا زدند، به تورات عمل نکردند بلکه به سحر مراجعت کردند. سحر از همون جینی هایی که در مملکت سلیمان زندگی میکردند از همونا سحر آموختند. پس از آنی که حضرت سلیمان از این دور فانی گذشت، مردم به دیوها مراجعت کردند و همین علم سحر از خود کردند. در زمان حضرت سلیمان میدانیم که حضرت سلیمان هم رهبریت انسانها را به دوش داشت، هم در بالای جنها سروری داشت، پرنده ها در ملک او خدمت میکردند، باد در اختیارش بود. این ملک عظیم حق تعالی به او داده بود. از این جهت وقتی که یک واسطه، یک پیوند میان انسانها و جنیها در عهد سلیمان پیدا شد، حضرت سلیمان منع میکرد، از سحر و از جادوگری منع میکرد.
اما وقتی که حضرت از دنیا گذشتند دیگر وارثی نداشتند که به جای او نشیند. بعد سحر جنی ها به مردم آموختند. حق تعالی یهودی ها را ملامت کرد که این یهودی های بدبخت احکام پروردگار را یک سو گذاشته و به سحر عمل کردند. در میان همین مسلمان ها هم کم دیده نمی شود. بعضی از همین جادوگرا و ساحرا ابتدا شاید که علم شرعی می خوندن، چرا که بعضی هاش از همین خط نیاگان الفبای نیاگان خبر دارند. بعداً از جهت دنیا شده دین خود را فروخته و جادوگر شدند. و ما کفر سلیمان. یهودی ها می گفتند که سحر و جادوگری علمی حضرت سلیمان گویا باشد، یعنی که همین علم حضرت سلیمان داشت. اما حق تعالی پیامبر گرامی قدر خود را سفید کرد، گفت و ما کفر سلیمان. سلیمان کافر نشد. سلیمان علم جادویی را از خود نکرده بود، به هیچ کسی هم تعلیم نداد. ولکن الشیاطین کفروا، بلکه همو جینی هایی که در ملک سلیمان بودن اونا کافر شدن. یعنی اونا که علم سحر به مردم رسانیدن اونا از ایمان خارج شده و کافر شدن. طریقه دویمی که نسل بشریت سحر و جادو را آموخت این از طریقی هاروت و ماروت بود، دو فرشته. هرچند که از میان علما ابن حزم گفته است که هاروت و ماروت اینا فرشته نبودند، جنی بودند. اما از بس که روایت های گوناگون آمده است به اسناد حسن به اسناد جید ثابت شدگی هستند از پیغمبر خدا که و از بزرگان اسلام که هاروت و ماروت فرشته های خدا بودند که به صورت آدمی از برای امتحان، از برای فتنه در فتنه گرفتار کردن بعضی اشخاص ضعیف الایمان حق تعالی اینا را به زمین فرستاده بود. این یک قاعده الهی است که همیشه در برابر کفر باید که اسلام باشد که بنده تواند یکی را اختیار کند. در برابر شیطان پیغمبران می ایستند، در برابر احکام خدا همچنین حق تعالی هاروت و ماروت فرستاد. اما هاروت و ماروت از جانب خداوند موظف بودند که وقتی که آدم ها به اینا مراجعت میکردند میخواستند که علم سحر از خود کنند، اینا مردم آگاه میکردند پیشتر که کافر نشوی و ما یعلمان من احد حتی یقول لا تکفر، میگفتن کافر نشوی، یعنی علم سحر از ما نآموزه که شما دینتون از دست میدهی شما کافر میشوی. اما وقتی که مردم اصرار زیاد میکردن که همین از خود کنیم، بعدن اینا هم علم سحر به اینا می آموزوندین. یعنی که سحر جادوگرای ابتدایی اگر از جنی های حضرت سلیمان باشد، طریقه دیگر از هاروت و ماروت به دست آوردن. یعنی در هر دو مورد هم توجه کنید که حق تعالی جادوگر کافر خوند. هاروت و ماروت هم میگفتن شما علم سحر از خود نکنه، عمل نکنه که کافر میشوید. از این جهت در سه مذهب اهل سنت و جماعت کافر حکمی قتلش میدهن و حکمی کفرش میدهن. در سه مذهب اهل سنت و جماعت، هم مذهب حنفیه، هم مالکیه، هم امام احمد حنبل، به یگان قید شرط ساحر کافر است. فقط امام شافعی گفته است که نظر میکنیم خوب اگر سحر او از نوع سحرهای باشد که مثلا کفر در او باشد، از جمله آیه های قرآن به خون می نوشتگی باشند، کافرها همین کار را میکنن، با خون و با چیزای پلید آیه های قرآن می نویسن، یا اینکه آیه های قرآن چپه می نویسن، یا اینکه همون خیلی چپه و غلط و ویران می نویسن که تماما اینا را قرائت کرده نمی شود، یا اینکه مثلا همون اندامی پلید می خوانن به مانند اینکه همون شرمگاهی گرگ در بعضی ها همین چیز آیه های قرآن نعوذ بالله می خونده باشن. این صورت امام شافعی هم گفت که کافر می شود. اما در چهار مذهب اهل سنت و جماعت به اختلاف حکم ساحر قتل است، قتل کرده می شود. بینه که اسلام چقدر جزای سختی از برای ساحر معین کرده است، اما نادانی مردم ما را بینه که با وجود این به نزد همین ساحران مراجعت میکنن. چرا اسلام اینقدر جزای سخت از برای اینها مهیا کرد؟ چرا اینقدر ساحر و جادوگر در نظر اسلام منفور است؟ چرا که حق تعالی هنر اینا را بیان میکند که
فیتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه. این ساحرها همین قدر هنر دارن که میان زن و شوهر جداگی میاندازن. این همین قدر هنر دارن. مرد از زنش جدا میکنن. چیکار میکنن؟ بسیار حالتهای شده است. شاید که بعضی ها هم شنیدگی باشن. بعضی این بدبخت ها همون زنهایی که به نزد اینا مراجعت میکنن به همون زنها رسیدگی هستن. بعضا همون نوشتجات خودشون در موضع های پوشیده همون زنها نوشتگی هستن. اینا کافر هستن. تمام کار حرام به این بدبخت دست میزنند. چه عائله هایی که از دست این کافرها جدا شد، چه طلاق هایی که از دست همین ساحرها شد، چه انسان هایی که عقل خود را از برای همین ساحرها از دست دادن. شوهرم زنی دویم کرده است، میان او زنش خنوکی کن. زنی دویمش با نزد همون جادوگر رفته، شوهر به من گرمی کن. این سحر یک تأثیر به عصب انسان دارد. سحر حق است. حتی پیغمبر خدا را صلی الله علیه و سلم سحر کرده بودند. از دو طرف وقتی که سحر زیادش میکنن حالتهای شده است که انسان عقل خودش از دست داده است. از جهت همین زنهایی که به نزد همین ساحرها مراجعت میکنند و به تمام راه و واسطه دست میزنند که شوهرمون به دستمون بیاریم. انسانها را ایمانشون در خطر میگذارند. چرا که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که من اتی کاهنا او ساحرا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. رواه البزار به اسناد صحیح. حضرت عبدالله گفتند هر کس که پیش یگان کاهن می رود، پیش ساحر می رود، گفتگی های اینا را تصدیق می کند که در حقیقت هم اینا راست گفتند، خواه غیب گویی کنند، خواه سحر کنند، یا که کار اینها یگان زیانی ندارد، آخه اینا گرمی می کنند، سخنای اونا را خلاصه تصدیق کرد، به قرآن که دست به همون قرآن کافر می شود. همین هنر مرد از زن جدا کردن، میان یک عائله جداگی و کینه در میانشان پیدا کردن، این همین هنر دارن. انسان ها را از ایمانشان گرفتن. از همین جهت هم شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم جادوگر حکم کرد که این کافر است، از ایمان خارج می شود و جزای او هم قتل است. و یتعلمون منهما ما یضرهم ولا ینفعهم. حق تعالی هم گفت که این جادوگرها چیزایی را آموختن که فقط به زیان جامعه هست، یگان فایده از این کارا اینو نیست، فقط زیان میرسونن. چقدر جادوهایی که در همین جامعه می شود. انسان نو خانه نو خرید است، یگان کاغذ جادویی از تگ درش میابه، از کارخانهش میابه، در کاسه همون شورباش همون چیز جادوگری را می اندازن. چقدر جامعه به پستی و به همین جادوگی دست زده است. و ما هم بضارین من احد الا باذن الله. حق تعالی میگوید که البته که این جادوگرها به تقدیر خدا یگان کار کردن نمیتوانند، همه این به تقدیر خدا هست، لیکن این بدبختا به همین راه و واسطه دست میزنن. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. اینا میگه آگاه باشن که اینا در آخرت یگان بهره و نصیبه ندارن. حق تعالی جادوگر وعده داده است که فردا روز قیامت از جنت من جادوگر محروم است، یگان نصیبه فردا روز قیامت اینا ندارن. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا یعلمون. بسیار بد مبادله این جادوگرها کردند. اینا ایمان دادند و جادوگری را خرید کردند. بنابراین حتی در همین روسا هم هست که جادوگر میگن دوشه خودش میفروشه، اما ایمان خودش میفروشه که جادوگری را به دست بیاره. بنابراین اکثریت همین جادوگرها اینا نه نماز دارن نه روزه دارن، این خدا زده ها بعضی هاش فقط همین مست الست میگردن. از این جهت اینا را در جامعه باید که به نام ملا خوانده نشود. ملا نماینده شریعت است. ملا باید هر سخنی که گوید از خدا و از پیغمبر گوید. چگونه جادوگری که خداوند او را کافر گفته است، پیغمبر خدا گفته است حد الساحر ضربه بالسیف، جادوگر باید که سرش از تن جدا کرده شود، او را با ملا بگیم و به نزد او مراجعت کنیم.
از این جهت پس از شرک به خداوند دومین گناه بزرگترین این سحر است، جادوگری است. از این کار باید که امت اسلامی پرهیز کند. یگان فایده اینو به شما رسانده نمیتوانند. یگان کسی نقل نکرد که من کم بغل بودم جادوگر مرا غنی کرد. یگان کسی نقل نکرد که من بیمار بودم جادوگر مرا شفا داد. یگان عائله از رفتن به نزد جادوگر خوشبخت نشدند. نه همسر اول نه همسر دوم، هیچ عائله را اینا خوشبخت نکردند. یگان فایده اینا به جمعیت و به جامعه انسانیت نرسید، چرا که اینا یگان هنر ندارن. اینا خودشون بیچاره هستند. چرا با ما به نزد اینا مراجعت کنیم؟ خدای بزرگی که طلب داره که از من طلب کنیم من حاجت شما را روا میگردانم، این خدای نازنین نگذاشته و به نزد جادوگر مراجعت کنیم. جادوگری که به پول همو کلینتای خودش احتیاج داره. بسیار همین انسان نادان می شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند الانسان حریص علی ما منع له. گفتن همین انسان یک خاصیت دارد که از هر چیزی که معنیش کنن حریص می شود بر همو. این همین چیزی حرام، این همین چیزی بی لذت باشد، بی مزه و بی منفعت باشد، یک چیز لیکن حرام باشد به همو دست میزنن. این همین شرابی که خدای تعالی حرامش کرده است، نه شیرینی داشته باشد، نه اون قدر منفعت داشته باشد، نوشاکی های نازنین و زیبا و با لذت گذاشته به شراب دست میزنن. بعضی احمقای هستن که چایی که نعمت پروردگار است همو را نمیابن، همو قدر تلخی بزیبش میکنن که همو را با آشامی ما همو کیف من بروه. انسان حریص است به همین چیز حرام، یک کشیش دارد. یعنی جادوگران هم به خود یک کشیش دارن، یک جاذبه دارن. جاذبه سبب اساسیش چیست؟ چرا که او کافر است، علم او هم کفر است، دیگه مردم به سوی همون کشیش دارن. وگرنه چی فایده رسونده میتونم؟ هیچ. فقط هنرش همین ای چنانه که پروردگار عالم گفت که مردم دشمن کند، زن از همسر جدا کند، فقط همین هنر دارن. عائله مقدسه بینه که شیطان با واسطه همین جادوگرها از همدیگر جدا میکرده است. زن و مرد با همدیگر خوشبخت بودن، زندگی خوب داشتن. یک پلید جادوگر به نزدش یک دشمنی سرسخت دیگر رفت جادویی کرد. گفتیم که جادویی در عصب تاثیر خود چه میرسوند. جادو یگان چیزی را خلق کرده نمیتونه، مثلا پول پیدا کرده نمیتونه، خوب یک انسان مرگ داده نمیتونه، یک مرده را زنده کرده نمیتونه، لیکن چشم بندی کرده میتونه، لیکن در عصب انسان تاثیر رسونده میتونه. مثلا همون جادوگرای بسیار پرقوتی که در زمان حضرت موسی زندگی میکردن، وقتی که حضرت موسی معجزه خودش نشان داد، عصا و ید بیضا را نشان داد، فرعون همراه هامان بدبخت گفتن که این موسی جادوگر است، این عصاش اژدها میکند، این جادوگر است. جادوگرای بسیار معروف دعوت کردن از بابل که با حضرت موسی جادوگرا را مقابل گذاشتن. جادوگرای زبردست که از بابل آمده بودن مصلحت کردن با فرعون، گفتن که ما موسی را مغلوبش کنیم، چی با ما میدهی؟ فرعون پول مال زیادی به اینها وعده داد. خوب در وقتی همون وعدهگاه یک روزی عید معین کرده بودن به پیشنهاد حضرت موسی. حضرت موسی پیغمبرای خدا همین جامعه زیاد طلب میکردن که مردم حقیقت نشان دهند. در همون روز جادوگرا جمع شدن. حق تعالی میگوید که جادوی بسیار بزرگی کردند که تمامی همون خس و خاشاک و سنگ و چوبی که در روی زمین بود در نظر مردم مار شد، گویا که حرکت میکرد. فسحروا اعین الناس. حق تعالی میگوید که چشم مردم از سحر کردن، یعنی که چشم بندی کردن. سنگ و خس و خاشاک اینا مار نکردن، بلکه همون سحر و جادوی خودشون در چشم و در عصب مردم تاثیر رسان که تمامی مردم گمان کردن که دشت و صحرا همه مار شده است و به سوی حضرت موسی هجوم دارن. حضرت موسی هم که این جادویی به هم پیغمبرا هم تاثیر میکرد، ابتدا ترسید. او هم گمان برد که این مار کرد، یعنی
جادوگرا. اما خدای او به او گفت که یا موسی لا تخف. موسی گفت نترس، عصات برانداز. حضرت موسی عصاش انداخت. به امر خدا، همون خدایی که درخت آفریده بود اژدها خلق کرد، همون عصا را خداوند متعال اژدهای حقیقی کرد. این خدا است که از هیچ چیز یک چیز پیدا میکنه. یگان نسل بشر از هیچ چیز پیدا کرده نمیتونه. البته مثلا همین دیوار که ما میکنیم، سنگش میگیریم، قمش میدازیم، این میگیریم، بعد میشود دیوار. از همون چیزای خداوند استفاده میبریم. اما خداوند از هیچ چیز یک چیز خلق میکنه. اژدها شد، اژدهای حقیقی. تمام همون سنگ و چوب هایی که در نظر مردم مار بود، همه اینا را اژدها فرو برد. جادوگرا این وقتی که تماشا کردن دیدن حقیقت او جادوگر در فن خودش استاد است. خصوصا این جادوگرای بسیار ماهر بودن. گفتن که نه، این کار موسی از نوع جادو نیست. موسی چشم بندی نکرد، این اژدهاست، اژدهای حقیقی است. پس موسی جادوگر نیست. بنابراین ساحرها زود به سجده افتادن، گفتن آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. گفتن ما ایمان به پروردگار عالمیان، پروردگار موسی و هارون آوردیم. حقیقت دیدن، معجزه را دیدن. معجزه را اینا از سحر می شناختن، ایمان آوردن. حتی این فرعون لعین اینا را تهدید کرد، گفت اگر اقرار نشوه که شما با موسی همکاری کرده، این نقشه پیشکی کشیده بود، این اقرار نشوه، امر میکنم که تمام شما را در درختای خرما به دار کشند. اینا هم گفتن دیگر ما پروایی نداریم، فقط ما گذشته بسیار سیاه داشتیم، ما به جادویی مشغول بودیم، جادوگری میکردیم. اگر خدای مهربانی ما همین جادوگری ما را ببخشد، ما دیگر پروایی از مردن نداریم. حضرت موسی هم وقت اینا را بشارت داد، جادوگری که نو معجزه خدا را به چشم خود دیده بود، دیگر در چوبه دار بر صلیب کشیدن، کشتنش، اما دیگر از ایمان خودش برنگشت. ببینید که در این قصه حق تعالی فرمود که اینا چشم بندی کردن، چشمی مردم کور کردن. جادوگر همین هنر را داره، نیرنگ باز است، حیله و نیرنگ میکنه، شعبده بازی میکنه، چشم بندی میکنه، تاثیر خودش در عصب انسان میرسانه. چرا که بعضی اینا با جینی ها هم همکاری دارن. همین عالم جین هم هست، بعضیش با عالم جین هم همکاری دارد، لیکن انسان خوشبخت کردن نمیتونن. زنی که بخت سیاه دارد به پیش جادوگر رفت که من جادو که من خوشبخت شوم، صاحب فرزند شوم، صاحب شوهر شوم، اون جادو یگان کار از دستش نمی آید، نمیتونه که او زن خوشبخت کنه و صاحب شوهر و صاحب فرزند کنه. این فقط خدای تبارک و تعالی، خدای توانا کرده میتونه. مادامی که از اینا یگان فایده نبوده است، فقط همین زیان در جامعه میرساندین، برای شما و شما به نزد اینا برویم، وقتی خود را صرف کنیم، پولی خود را صرف کنیم، ایمان خود را از دست دهیم برای هیچ چیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس، حق تعالی در سوره حج خطاب به تمام اهل بشریت میکند، چی از مسلمان چی از غیر مسلمان. به ندای یا ایها الناس خطاب میکند، ای مردم، ضرب مثل فاستمعوا له، با شما مثل میزنیم، گوش اندازید، توجه کنید، مثل پروردگار را توجه کنید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. کسانی که شما به نزد اونا می روید، از اونا کمک طلب میکنید، یک پشه را خلق کردن نمیتوانند، هرچند که همه پشت به پشت همدیگر نهند یک جایه شوند. خب مثلا اون کسی که شما به اون مراجعت میکنید بوتی چوبی باشد، بوتی سنگی باشد، آتش باشد، جادوگر باشد، فالبین باشد، هر کسی که غیر خدا باشد، هیچ چیز از دستش ساخته نیست. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. اگر میگه پشه چیزی را از دست اینا کشیده گرفت، از دست اینا کاری ساخته نیست، هم زورشون به همون پشه نمیرسد.
ضعف الطالب والمطلوب، چقدر ضعیف هستند چه کسایی که به اینا مراجعت میکنن و چه کسایی که به اونها مراجعت کرده می شود. هر دو طایفه هم ضعیف هستند، هم جادوگرا ضعیف هستند، هم کسایی که به نزد این جادوگرا مراجعت میکنند، به نزد این فالبینا مراجعت میکنند، اینا هم ضعیف هستند. ما قدر الله حق قدره این الله لقوی عزیز. حق تعالی میفرماید حقیقت این است که اینا چنانه که باید خدای خود را نشناختند، این بنده ها چنانه که باید خدای خود را قدردانی نکردند. این الله لقوی عزیز، به تحقیق که خداوند بسیار توانا و غالب است بر حکم خود. این خدا هست که هر کاری را که بخواهد میکند. این خدا هست که از کسی که فرزند ندارد به اون مراجعت میکند، صاحب فرزندش میکند، مالش میدهد، نعمتش میدهد. این خدا هست که این همه چیز به ما میدهد. فقط خدا هست از ما یگان چیزی طلب ندارد. این فقط خدا هست. بنابراین به نزد هر جادوگر، هر فالبین، انسان عاقل باید که مراجعت نکند. این سخنها فقط به شما تعلق نداره برادرای عزیز. مثلا الحمدلله کسانی که اهل مسجد هستند در امر به معروفا شرکت میکنن، اینا میدونن که ساحر جادوگر است، به نزد اینا مراجعت کردن حرام است، اما غرض از این گوش کردنی ها رساندن باید باشد. رسانیدن. تمام امت محمدی صلی الله علیه و سلم مسئول هستند. در پیش کی مسئول هستند؟ پیغمبر خدا گفت کلکم مسئول و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر یکی شما مسئول هستی در پیش اهل بیت. اولا اهل بیت خود را خبر کردن که زنک پیش جادوگر نرو. متاسفانه هستن انسانایی که اهل نماز هستن، اهل روزه هستن، اما از بس که همین زن ناقص العقل می شود. گفتی حضرت استاد مودراز عقل کوتاه با بسیار زود باور می شود. به زنهاشون به نزد همین جادوگران می روند. بعضی هاش به آن که شوهر خودشون خبر کنن به نزد همین جادوگر و فالبین این چیزا می روند. چی شده که باشد پیش کاری شوهری من بسته شده است؟ یا بینک. از این جهت اهل عائله را هم چیزی شنیدگی را، حد و همسایه، خیش و تبار، اینا را هم باید که ما مسئول هستیم که به اینها هم برسانیم، که اینها هم بدانند حرام از حلال و حق از باطل جدا کنند. ولید ابن عقبه یک از خلیفه های اموی، درسترش از پادشاه های اموی، اینا را صدقه خلافت کند. خلیفه های اموی غیر از 2-3 نفرش، عمر ابن عبدالعزیز، معاویه و دیگرها، اکثریت کل هم شاه های ظالم بودند. از جمله همین ظالما و فاسقا ولید ابن عقبه بود. یک جادوگر داشته است، هم میمون بازی میکنه و مسخره بازی میکنه در پیش ولید. وقت چه خوش میکرده است همون جادوگر، حیله و نیرنگ میکرده است، شمشیر را میزده است، مثلا یگان اهل مجلس هم میزده است، در نظر مردم که تمام اکو خون پرید، این مرد، بچ خیلی میکرده است، با همون را زنده میکرده است. با مردم میگفتن لا حول ولا قوت، این مردک کشتش با زندهش کرد، این مردک مرده را زنده میکرده است. مردم عامه همچنین نادانند. مهاجر از صحابیای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به همون قصر ولید رفت. به قصر ولید رفت، دید که جادوگر همین نغمه ها را کردیسته. شمشیر از نیامش کشید، زدش سرش استن همون جادوگر جدا کرد. گفت بدبختی خدا ناترس، اگر راست میگویی خودت زنده کن. مرد دیگه و ایگجا خودش زنده میکنه، او حیله و نیرنگ میکرد. ولید قهرش آمد، گفت تو چیزی ما را کشتی، وقتی ما را خش میکرد، گریف حبسش کرد. گفت از برای خدا من جهاد کردم. چند مدت حبسش کرد، بعدا مجبور شد او را آزاد کرد. این صحابی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. بنابراین این جادوگرها یگان کار از دست اینا ساخته نیست. به نزد اینها هم نرویم، از اینا هم حاجت طلب نکنیم. اینا اگر
قانون اسلام اگر در جامعه پیاده میشد حالا حیله اینا را میرفتن. امام احمد حنبل میفرماید که و صح عن ثلاثه من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم فی قتل ساحر، از 3 صحابی معروف پیغمبر خدا که عالمای صحابه بودن ثابت شده است که گفتند که جزای ساحر قتل است، باید که سرش از تنش جدا کنی. و سحر یعنی که دومین گناه بزرگترین این سحر بود از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن. و سومین گناه و قتل النفس، آدم کشی، یک جان را به جان کردن. این هم از جمله گناه های کبیره است. بینه که آدم کشی با ساحری برابر نیست، از ساحری پستر بوده است. جان این امانت پروردگار است. این خدا فقط حق داره که مثلا یک کسی را جان دهد، جان یک کسی را بگیرد. بناحق یگان کسی حق ندارد که جان یک کسی دیگر را از تنش جدا کنه. هیچ کسی این حق ندارد بناحق. حتی انسان حق نداره که دست به خودکشی بزنه. انسان حق نداره که خودکشی کنه. حضرت حافظ فرموده است که من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. میگه من به اختیار خود نآمدم. از من نپرسیدن که حافظ دنیا را میخوای تولد میشوی یا نه. به اختیار خود نآمدم، به اختیار خود من نمیرم. وگرنه میگه که من میخواهم که از همین تنم جدا شوم، روحی من به ملکوت پرواز کند. اما از بس که به اختیار خود نآمدم، به اختیار خودم رفتن نمیتونم، ناچار در همین دنیا زندگی میکنم. حافظ گفته است آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. از این جهت خودکشی هم بینه که در اسلام حرام است. الحمدلله مسئله خودکشی در میان مسلمان ها کمتر است نسبت دیگر دولت های پیشرفته. اینا با وجود این که مسلمان ها اکثریت کمبغل هستند، اکثریت در همین قدر سختی و مشقت زندگی میکنن. بعضی ها مسلمان ها در حالت جنگی هستند، مردم بیچاره افغانستان، مردم بیچاره عراق و فلسطین، اما صبر میکنن. اما در برابر این اگر دولت های اروپا را نظر کنیم، دولت های پیشرفته، آسایشته، خودکشی در این جاها زیاد می شود. از همه طبق آماری چند سال پیشتر حساب کرده شده، از همه خودکشی بیشتر در مملکت استریا می شده است. یک مملکت بسیار دارنده. این خودکشی زیاد می شده است. برای چی خودکشی میکنن؟ چی درد دارن؟ اینا هم به مانند افغانستان، مردم افغانستان بیچاره در سختی زندگی میکنن، بمبارا در بالای سرشون میریزن. نه، با شوهرش راست نگرفت، دست به خودکشی زد. در عائله جنجالش کردن، دست به خودکشی زد. کارش برار نگرفت، دست به خودکشی زد. در ژاپن از شرکت رئیس شرکت پیش کردن، دست به خودکشی زد. با یک کارهای ناچیز اندک بینه که دست به اینا گمان دارن که امی خودمون بکشیم تمام اگه پرابلم ها حل دیگه. یگان منکر نکیر ما رو سوال جواب نمیکنه، قیامت نیست، عذاب نیست، این گمان دارن. از بس که بزرگترین نعمت این ایمان است. ایمان که اینا از دست دادگی هستن، پول مال دارن، ایمان ندارن. بینه که به یک مشکلی های اندک خود را از دست داده و دست به خودکشی ها میزنن. مجبور میشوند که باز روانشناسا تشکیل کنن، اینا را نصیحت کنن، کسایی که با مشکلی هستن اینا را همین افسانه خوندن بگیرن در گوششون که به این کار نرون. اما الحمدلله ما مسلمانو، مرده که مسلمان همین قدر مشقت دارد، همین قدر بیچاره ای 100 نفر قرض داره، در بالای 15 نفر در بالاش بار، همین قدر مشکلی ده. خدا دارم میگه چی غم دارم، این زندگی داره بیچاره. از این جهت جان به جان کردن این حقی پروردگار است. خودکشی هم حرام است، آدم کشی هم حرام است. آدم هم ما کشتن نمیتونیم بنا حق. الا حرم الله الا بالحق. حق تعالی پیغمبر خدا فرمود که اما به حق کشتن انسان اجازت است. حق چی می شود؟ چی کسایی را کشتنش اجازت است؟ بعضی انسانایی هستند که بسیار انسانای نابکار هستند، در جامعه ضرر زیانشون میرسد، اینا را نکشی اگر جانت خلاص نمی شود.
این انسان ها هستند. انسان هایی هستند که مثلا ما در روزنامه ها و در تلویزیون تماشا میکنیم منیک این خدازده چندین دخترها را به ناموسشون تجاوز کرده است. این بدبخت ناکس چندین آدم ها را بیجان کرده است. باز در بالای این بعضی دعواگران میخیزند که آدم کشتن این پایمال کردن حقوق انسان بوده است، کشتا را باید که از قانون ها بگیریم، دیگه آدم ها را نکشیم و حبس کنیم. اینا را اسلام میگه که اینا را کشتن در کار این بدبخت ها را. با همون زندان های خوبه که مثلا در همون دولت های پیش هست، دولت های ترقی کرده، باز با همون یک آرامی و راحت من یک خدازده زندگی کنن، باز از زندان آزادش میگیرن، با بسر همون جنایت برمیگرده. اکثریتی کلی همین جنایت هایی که در جامعه می شود از دست همون جنایتکارایی هستند که پیشتر با جنایت کردگی هستند. اینا آموخت شدیان. حبس خانه اینا را تربیه نکرد، اینا نترسیدن. اما اسلام حکم میکنه که این بدبخت بکش، این باید که کشته شود. وقتی که کشته شود دیگر جامعه از این آسایش می‌یابد، جامعه تازه و پاکیزه میشود. همین کسایی که همین دعواها را میبردارن که خود کشتن دیگر از قانونها برداریم، خودشان اینقدر مردم در بالای سرشون بمب باران میکنن. مردم عراق اینقدر بمب‌های غلطی که در افغانستان رسید و جان صدها نفر انسان از دست رفت، اینا را که جواب میده؟ با جان یک ظالم بدبخت رحم دیلی میکنن، اما جان هزارها مسلمانی که بیهوده روزی نیست که یک ترکیش در همون افغانستان یا عراق و پاکستان نشود، در جان اینا بی پرواگویی و کاری نشده باشد. فلسطینی ها را قیرشان دادن، دولتشان غصب کرده گرفتن یهودی های بدبخت. وزیر دفاع امریکا میگه خیلی ایجا اوستر شما نزنین همین فلسطین این خیلی کنید، لیکن شما فلسطینی ها همون اسیر یهودی ها را آزاد کنید. یک اسیر بدبخت یهودی لشکری، یک ظالم لشکری اسیر فلسطینی ها شده بود است، همون را که شما آزاد کنید. هم یک اسیر یهودی را میخرن. خون یهودی مگر از خون مسلمان رنگین تر است؟ آیا در پیش جامعه بین المللی تمام مردم حقوقشون برابر نیست؟ خواه سیاه‌پوست باشن یا خواه سفیدپوست، یا که این در بالای کاغذ است و در حقیقت اعتبار ندارد؟ از این جهت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که آدم کشی حرام است. گفت حق تعالی گفت کسی که یک آدم را قتل میکند عذابی دردناک در انتظار او هست، اما به حق اجازت میشود. اما به حق همون انسانای ناپاکی که در جمعیت هستند اصلاح نشوندن، اینا باید که هلاک شوند که عبرت دیگر ظالما شود. دزد و غارتگر باید که دستش قطع شود تا اینکه مایه عبرت دیگر دزد و غارتگرا شود. زیناکار باید که محسن باشد، اگر همسردار باشد سنگسار کرده شود تا مایه عبرتی همین فسادکارا شود، سپید دیگر از جامعه نیست و نابود شود و جان هزارها بنده های بیگناه در خطر نافتد. این همش چاره اندیشی اسلام است که همین فساد در روی زمین نباشد. کعب الاشرف نام یک سرور یهودی های بنی نظیر بود. بسیار انسان ناپاک، دشمنی پیغمبر خدا را در دلش داشت. کعب الاشرف این بدبخت توطئه زیاد کشید، مجبور کرد قوم خودش که باید که پیغمبر خدا را از روی کار برداریم، هلاکش کنیم محمد. پیغمبر خدا را دعوت کردم پنهانی. حضرت ابتدا خبر نداشت. ناگاه حضرت از جای خود خیست. صحابه تعجب کردند چی واقعه شده باشد. گویا که همین کافرها هم دیگر زبان و دستشون بسته شده باشد، دیگر هیچ حرکتی از خود نشون ندادن. حضرت رفت. اینا نقشه کشیده بودن این بدبختای یهودی ها که سنگ آسیابه از بالای قصر در بالای پیغمبر خدا می اندازیم، بعد بهانه میکنیم در پیش مسلمان ها که ما خبر نداشتیم. ناگاه افتید.
اما حضرت جبرائیل امین از جانب پروردگار آمد. پیغمبر خدا خبر نداشت، خدای او خبر داشت. بینه که نقشه های اونها را و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین چه خیلی بیکار کرد. حضرت جبرائیل امین که اونها نمیدیدن دستی پیغمبر خدا را برداشت، گفت یا رسول الله حرکت کردیم. هر دو حرکت کردن، اینا همه دست و پا خورده نشسته، نقشه هاشون برباد رفت. از سبب همین کعب الاشرف بدبخت قومش پشیمان شدن که حضرت او اخی و پیغمبر خدا هست. او فهمید ما را پیر میکنه دیگر، از این ما دیگر رهایی نداریم، تو بدبختی ناکس سببگار تو شدی. کعب الاشرف گفتن. حضرت از بس که بسیار مهربان بود گفت بنی نظیر، گفت تمامی بار و بنده که میتونی در شتراتون بار کنی و دفع شوی کوچ بندی. یعنی حضرت بخشیدشون به این، فقط به این امر که دیگر از اوجا کوش بندند و جور خالی کنند. به واسطه منزل های خود را از سبب همین کعب الاشرف بدبخت از دست دادن. این کعب الاشرف به این بسنده نکرد. بنی قریظه که یکی از قبیله های یهود بودن، اونا هم همسایه مدینه منوره بودن، اونا را شورانید که باید که بر ضد پیغمبر خدا برخیزیم. گفت من رفته کافرها را از مکه مکرمه میبردارم، اونا هجوم میکنن، شما از این طرف هجوم کنید، بخبون اسلام از مدینه منوره باید که ما بکنیم. این ناکس به پیشی مکی ها رفت. مردم مکه حالا بت پرست بودن به سروری ابو سفیان. گفت که همین خیل نقشه همین. ابو سفیان گفت کعب الاشرف تو بسیار هیلگری، شما مسلمان ها به شما نزدیکتر هستند، پیغمبر شما را میشناسند، شما یک اهل کتاب هستی، با اینا نزدیکی. اگر راست بگو ما بهتریم یا که مسلمان ها؟ این ناکس در همون جا هم خیانت کرد. گفت شما مسلمان ها را بهتری. مجبور کرد مردم مکه لشکر کشیدن، احزاب، بلکه دیگر قبیله ها را هم همین بدبخت خیزان. یک آدم ناپاک بینه که جامعه را چقدر جزیر میکنه، دیگر قبیله ها را هم خیزان. تمام قبیله های مکه که اینا به نام احزاب یاد میشوند، حزب ها جمع شدن که بخبون اسلام از مرکزش میکنیم و اسلام از بین میرود. به سوی مدینه منوره آمدن. از این طرف قریظه هم تیار که ما هم خیانت میکنیم. قریظه با پیغمبر خدا عهد و پیمان داشت که باید که دشمن هجوم میکرد پشتیبانی مسلمانان میشدن. همچنین عهد داشتن اگر دشمن با قریظه هجوم میکرد مسلمانان پشتیبانی قریظه میشدن. اینا خیانت کردن. لشکر زیاد آمد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت چوره چیکار میکنیم؟ این قدر لشکر در ما دیگر بر نمی آییم، خارج شویم از مدینه منوره. بعضی ها گفتن که یا رسول الله اینو زیادی بد هستند، تمام همون زن و فرزنداشون هم به ننگ جاهلیت آوردگی هستند، ما به اینا بر نمی آییم. چاره این است که در داخل مدینه منوره جنگ کنیم، در خانه های خود جنگ کنیم تا قطره خون آخرین مقابلت نشان دهیم. بعضی ها گفتن این از روی مردی نیست یا رسول الله، از مدینه منوره خارج می شویم. خداوند کارساز حضرت سلمان فارسی را الهام بخشید. سلمان فارسی گفت یا رسول الله من دیده بودم که مردم فارس وقتی که یگان قصر هجوم میکردن، لشکر زیاد به قصراشون هجوم میکرد، نقب میکندن گردی همون موضعه. چی میشود که ما نقب بکنیم؟ حضرت بسیار شاد شد، گفت که در حقیقت حق گفته همین سلمان است. مسلمان ها خودشون فقط به همین رهانیدن به امر خدا که نقب کندن، دشمن از نقب گذشتن نتوانست. چندین ماه در همونجا ایستادن اما به مسلمان ها نرسیدن، وگرنه دیگر لشکر زیاد مدینه منوره را به خاک خون یکسان میکردن. همه نقشه های همین پلیدی کعب الاشرف بود. نعیم گفتنی یک صحابی داشت پیغمبر خدا، نه مسلمان شده بود. گفت یا رسول الله اینا همه سابقه خدمت دارن برای شما، این صحابه های دیگر در جنگ بدر بودن، در جنگ احد بودن، من کی کاری نکردم، من چیکار کنم؟ من بسیار مردی کارچلان هستم پیغمبر خدا. گفت نعیم گفت همین مردم پراکنده کردم میتونی؟ گفت که بله.
این نوعیم با همون رهبرای کفر و چیز یک دوستی داشته است. خلاصه یک حیله کرد، اینا را پراکنده کرد که اینا نقل کنیم وقت دیگر می رود. یک حیله کرد، تمامی لشکرهای احزاب دیگر پراکنده شدن. یهودی ها هم دل شکسته شدن از این بودپرستا از یهودی ها دل شکسته شدن، کافرها پراکنده شدن. کمک الهی هم رسید، یک باد سختی آمده خیمه هاشون کنده برد، همه پراکنده شدن. این کعب الاشرف بدبخت با گریخته هم موضع خودش گرفت، گفت یا رسول الله، در همون موضع پیغمبر خدا گفت همین کعب الاشرف خدا زده گفت بسیار زیان آورد به ما، یگان بنده خدا یافت نمی شود که کار همین را بسازه. همون نعیم از جای خود خیست گفت یا رسول الله بر من است. گفت این بدبخت گفت که من کارش می سازم. با این کعب الاشرف شناسایی داشته است. چندین صحابی پیغمبر خدا را همراهش گرفت، عاقبت رفته و همین کعب الاشرف ناکس چندین ضرب شمشیر زده، به یک حیله و نیرنگ به نزد او داخل شده، به چندین ضرب شمشیر جانش به جبار سپارید کعب الاشرف. همچنین انسان‌های پلید ناپاک هستند، به مانند این که یک ناکس دیگر قرآن طعنه زد، فیلم ساخت به نام فتنه میان مسلمانان و میان عالم نصرانیت که به همدیگر نزدیک بودن، چقدر جداگی این ناکس انداخت. همین خیلی انسان‌های پلید در جامعه هستند، چاره اینها فقط مرگ است، باید که اینها قتل کرده شوند. این است حکم اسلام. دیگر در اسلام قصاص است. قصاص یک انسان بیگناه دیده و دانسته که کشتن، اسلام حکم میکنه که تو هم حق داری، بخواهی او را ببخش. اگر بخواهی انسان اصلاح شونده باشد از گناهش بگذر، بخواهی او را جریمه بند، اما حق داری که او بدبخت پدری ترا کشته است، فرزندی ترا کشته است، تو هم حق داری که او را بکشی. استعیذ بالله کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى و فی سوره المائده النفس بالنفس. حق تعالی گفت که قصاص برای شما اجازه داده شده است، نفس به نفس. کسی را که کشتن دیده و دانسته البته باید که کشته شود. قصاص که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. در دوامش حق تعالی میفرماید ای صاحبای عقل، ای کسانی که عقل و فراست داره، آگاه باشه که در قصاص زندگی هست، حیات هست. در قصاص این همین مرگ است، یک کسی دیگر را قصاص میگیری و میکشی، اما زندگی در همین نهفته شده است. لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیز کنید دیگر همین خونریزی های بناحق. انسان دانست که مثلا یک کسی را کش او را میکشن، دیگر پیشکی اندیشه میکنه و بعد به اون جنایت دست میزنه. اما اگر در امریکا و در انگلستان زندگی کنه، بدونه که میزدم میکشمش برده زندان رو میکنم و با در زندان عیش راحت میکنم همراه رفیقام، این خیلی اندیشه داشته باشد و چی پروا دارد، 10 نفر هم میکشد، کودک ها را هم تجاوز میکند. این بدبخت مرگ‌های زیاد، کشتارهای زیاده که میشود در همون مملکت‌های ترقی کرده از همین اشخاص میشود، از همین جنایتکارا. هم قصاص که باشد خود از خود جنایت هم دیگر از بین میرود. حیات در قصاص گذاشته شده است. اینه که چقدر حکم‌های عادلانه اسلام دارد. فقط این باید که جامعه بشری به نظر تعصب نگاه نکنند. این گومانیسم اینا دروغ است. یک خلق نابود کردن این گومانیسم نبوده است. مثلا این قدر مردمی که قیر شده ایستادن در پاکستان، افغانستان، ما او را گومانیسم نگیم و یک انسان پلید ناپاک رحم شب بخوریم همین انسان دوستداری می شود. هیچ از روی عقل در توغری نمیگیره. بنابراین برنارد شاو، نویسنده شهیر عصر 20 انگلیس، گفته است که من درباره پیغمبر مسلمانان تحقیق کردم، درباره محمد صلی الله علیه و سلم، شخصی که الحال ما حدیثای او حضرت از برای شما، حکمت‌های او را از برای شما بیان داریم.
در سخنهای او، در گفتار او، در تاریخ او جستجو کردم، دانستم که این سخنهایی که نصرانی های ما، پاپا و کاتولیک های ما میگفتند، تهمتش میبستند، اینا همش دروغ است. محمد صلی الله علیه و سلم شخصی حکیم است و من میگه اطمینان کامل دارم برنارد شاو که اگر همه پیغمبر مسلمانا بار دیگر خداوند به او حیات بخشد و او را به سوی جامعه پیشرفته عصر 20 فرستد، نظام امور به دست او داده شود، او امیر شود به مانند یک زمانی که بود پیشوا شود، تمام همین پرابلم هایی که در عصر 20 هست همه راه حل خودش مییابند. در حقیقت هم حق است این مرد. قصاص وقتی که زنده شود، وقتی که ظاهرا هرچند که احکام اسلامی سخت هستند، لیکن وقتی که همینا در جامعه پیاده شود، جامعه خود از خود اسلام شود. و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق و اکل الربا. چهارمین گناه پیغمبر خدا گفت این خوردن ربا هست، رباخوری. در مسئله رباخوری حضرت استاد یک صحبتی خوبی داشتند. این مسئله در دیگر شرح و توضیح نمیدیم. خوردن ربا کمترین گناهش، یک حدیثی را روایت کردن که با 36 زنا برابر است. کمترین گناه رباخوری. ربا نوعهای گوناگون دارد. از همه نوعیش که در جامعه ما زیاد و میخرد همین طریقه پرسنت و پرسنت چیز گرفتن. خواه مثلا حضرت استاد این مسئله به هم روشنی انداختن که خواه مثلا بانک‌های دولتی هستند، مادامی که به طریق اسلامی شعبه ها کشادگی نیستند، از همونا هم پرسنت گرفتن حرام است. فرقی ندارد خواه شخص های علایده باشند، خواه بانک هایی که به طریق اسلامی کار نمیکنند. این گناه های بزرگی هست که برادرای عزیز باید که از این گناه ها ما و شما پرهیز کنیم. جامعه هم باید که از این گناه های وزنین پرهیز کند. البته که منکرها به این خاتمه نمی شود. به این 7 گناهی که ما نامبر کردیم، 7 گناه وزنین، منکرها خاتمه نمی شود. دروغ گفتن هم منکر است، امر منکر است. خیانت کردن هم امر منکر است. فریب کردن هم امر منکر است. اما گناه های بزرگترینش در همین حدیث خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسانیده است. پروردگار مهربان ما و شما را موفق گرداند که از این گناه ها دور باشیم و پروردگار مهربان جامعه ما را هم آباد سازد، مملکت ما هم آباد سازد و نصیب و روزی گرداند که روزی شود که احکام اسلامی در جامعه ما پیاده باشد. اللهم اوصلنا الى جمیع مقاصدنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. برادر سوال داده است که از شما خواهش دارم که همین جمعه به سوال من جواب گردانید. از $10,000 چی مقدار زکات باید پرداخت؟ با احترام مخلص شما. جوابی بسیار کوتاه آسان کرد. همون $10,000 همون کالیکولاتورتون دا میزنی، با 40 تقسیمش میکنی. با 40 تقسیم. چرا که زکات از 40 یک حصهش میشود. چند یکی شود زکات مالش میپردازی. اینا با 40 تقسیمش کنیم اگر خوب $250 میشود. یعنی که از $10,000 $250 برای شما واجب است که در یک سال یک مرتبه به کمبغل و نادار و فقیر، هرچند که خیش تبار شما باشد، غیر پدر و مادر، غیر فرزند و نبیره و غیر از همسر، دیگر عمک و تقایی و خاله و اینا دادن اجازت است. همسایه نزدیک، همون کسایی که به شما باز نزدیکتر هستند، همسایه نزدیک، به اینها دهید. مثلا اگر محتاج باشند باز بهتر که رشته همسایگی محکم می شود، رشته خیش تباری محکم تر می شود. خب چی مقدار پولی که باشد با 40 تقسیم کرده می شود. نصاب زکات 2800 دقیق تر بگیم 2800 معینش کردگی هستند. 2800 دقیق رسید پول زکات واجب است، از این کمتر باشه واجب نیست. خب دیگر برادرها
طلب دعا کردیم که خواهش میکنم از شما در حق من دعا کنید تا مشکلی من آسان شود که باعث غم و اندوه شدم. مولا من عبدالمجید هستم. از شما خواهش دارم که اپام یک ختم کرده است، به ارواح پیغمبر میبخشیدید. خوب این برادر 200 سامانی در مسجد خیر کرده است. انشاءالله اینجا شاگردو در خاطر من بیارن، پس از ادای نماز ختمه میبخشیم. خوب در خانه سگ، گربه، کفتر درست است؟ این سوال کرده است. خوب سگ در خانه خورده که احتیاجی به سگ نیست درست نیست. فقط سگ از چه جهت درست است؟ کسایی که حولی کلان دارن خطر است که دزد داخل می شود در خانهش، یا اینکه زمیندارای کلان زمیناشون نگهبین میکند، سگ شکار، این چیزا اجازه هستند. اما برای همین گذرانیدن وقت سگ اگر در خانه خوردش بگیره، یا اینکه کسانی که در سکس زندگی میکنن سگ در خانهشون بگیرن، این قطعا حرام است. چرا که در حدیث آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که خانه ای که سگ داشته باشد یا صورت باشد، فرشته در او خانه داخل نمی شود. گربه اجازت است، گربه را در خانه گرفتن همون هم در مثلا به ضرورت نه، همین حیوانات به ضرورت در خانه گرفتن اجازت نیست، به ضرورت نیست. مثلا یگان موش هم میخوره، کسایی که حولی دارن اجازت است، یا سکسی هایی که مثلا از در همون سکسی هارن بعضی جاش در موش پیدا شده است، از برای همون قپیدن موش اجازت هست. کفتر باشد اجازت نیست، تماما اجازت نیست. کفتر بازی را در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت در حکم قمار بازی داخل کرده است. بجل بازی، القمار ثلاثه گفته است، قمار 3 نوع می شود. از ضرب و بالکعاب، بجل بازی، قمار بوده است. کسایی که سن و سالشون رسیدگی از خیلی او کودکایی که بلاغت در نرسیدن کاردارشون نشین، یک کسایی که سن و سالشون رسیده است و گر کم بازی و دیگر کارهای نامعقول میکنن، حرام است، قمار است. خوب دیگرش کفتر بازی و سفیر بالحمام، کفتر بازی هم حرام است. کفتر بازی عملی همون قوم لوط بود، قوم لوط کفتر بازی میکردن. سومش هر بازی که با پول باشد. در حق همکورسم دعا میکردید که او را امروز جراحی میکنن. در آخر دعا میکنیم در حق برادرایی که در حق یک بیماری دعا کنید و